این ویدیو تصمیم گرفتم که اوید با نقش و کمتر برای شما سوال هاتون باشد اوید با کار در انگلیسی و آموختن زبان انگلیسی در کامل نویسید. خب انشاءالله جواب میدهیم. خب با یک شعر میخواستم سر کنم. میگویم که زبان دانی جهان دانی. واقعا در این عصر و زمان یعنی دانستن زبان‌های خارجی بسیار نقش مهم دارد. خب دانستن زبان‌های خارجی باید بغیر از کسب و کار باشد. مثال هر یک متخصصی که در این یا آن جای کار میکند بغیر از کسب خودش باید یک چند زبان ها داند. خب دوستان عزیز، اگر سوال باشد سوال خود رو در کامنتر نویسید. انشاءالله من جواب میدم. حسین قایدرов سلام. چی خیر، کارو خوب سمتون است؟ خب برادر عزیز، خب ما گفتیم درباره دانستن زبان‌های خارجی، درباره درباره نقش و اهمیت زبان‌های خارجی سخن می‌کنیم و اگر سوال باشد در کامنتر نویسید. انشاءالله به سوال‌ها جواب میدیم. خب دوستان و زبان‌آموزان عزیز، یعنی یک چند کمپانی هستند که برای کار با اروپا میارند. تنها آن افرانی که زبان روسی و انگلیسی رو میدانند. خب یک تو کمپانی هست، خب فروفول جابز میگن. شما در چی پیدا کنید؟ در اینترنت فروفول جابز میگن. خب و بعد از اون در اونجا انکت رو باید پر کرد، چون که و طلبات اونجا تنها زبان انگلیسی است. اگر شما توسط کمپانی اگری بیاید، در اونجا در طلبات آنها زبان روسی است. خب انشالله حسین، من زنگ میزنم، ما انکت پر میکنیم برادر عزیز. خب اگر سوال باشد دوستان عزیز، سوال خود را نویسید در کامنت. انشاءالله من جواب میدم. خب اگر از این دوستان عزیز، تنها آن نفرانی که زبان روسی رو خوب میدانند آنها میتونند توسط کمپانی اگری آیند. دوستان عزیز، خب باز آن شخصانی که زبان انگلیسی رو خوب میدانند آنها میتونند توسط فروفول جابز چی اما انکت رو پر کرده با آنها آیند. خب برادر عزیز، رقم تلفن من 9283 3437 برادر عزیز. خب خب در طلبات اگری تنها زبان روسی است، زبان انگلیسی نیست. شما میتونید بدون زبان انگلیسی هم اومد در اینجا کار و فعالیت کنید. خب اگر دانید خوب است، بسیار شانسی خوب دارد اگر دانید زبان انگلیسی رو. اگر انگلیسی رو دانید شما هم میتونید خب بدانستن زبان انگلیسی هم آماده توسط کمپانی اگری کار کنید. خب من اکنون میخواستم با یک چند سوالی که بسیار نوشتم و همین جواب دهم. خب برای اینکه اکثریت سوال ها یک خیلی هست، برای همین تصمیم گرفتیم که یک تا ویدیو کنیم با چی همش رو بینن و سوال خوب جواب گیرن. خب یکم سوال همین که گفتن از چند سالات از سین سال بین‌الملل میگیرد. من در اون ویدیو هم گفتم از 18 تا 50 سال میتونه روند.
خب باز سوال همین گفتن که در تاجیکستان سپرده میشه. در تاجیکستان اگر زبان انگلیسی رو دانید فول جابز خیلی انن همون فول جابز تویسید و بعد اگر قبول کنند انن شما رو نه یک تنها زبان انگلیسی است طلبات آنها. خب اگر آنها قبول کنند و بعد از اون باید یک اسپانسور در کار که شما یعنی اسپانسر کنند و فکر من خب تلاش این است که توسط همون کمپانی اگری آید. خب این کمپانی اگری باز سودان که بغیر از روسیه با گوشوخ رفته می شود. خب بغیر از روسیه باز اگر امکان باشد در اوکراین، در بلغاریا، در مقدونیه همین کمپانی اگری هم هست. فقط همشون باید آگاه و شما دانید که همون دولت ها شهروندای تاجیکستان رو قبول میکنند یا قبول نمیکنند. باید پرسیدن نکار است برادران عزیز. خب باز مسئله حجت ها گفتند که فرمتش رو چه کنیم. فرمتش رو برادران عزیز فرمت PDF میبینیم، همون استودیو موستی و میل سپرافکا کپی از اکنون رو همش رو چی میکنید. خب فرمت PDF میکنید. آن اکنون اکثریت گفتن ما چه فرمت PDF کنیم. خان شخصانی که خوب میتونن با فرام خوبتر میدونن. خب فرمت PDF برادران عزیز خب چه تلفن میشه از پلی مارکت سکانر PDF اسکچر میکنید. خب وقتی که اسکچر کرده شو برادران عزیز بعد از اون میدارید صورت میگیرید. وقت سخنه کردن فرمتی PDF میکنید تمام. خب باز بخشن سوال های اساسی جواب میتیم. خب گفتن که خب همین ویزی 6 ماهه گیریم اونجا رویم باز پرداخت کردن میشه نمیشه. برادران عزیز ما درکشن سوال بودیم همین در خود همون سایت همین افیسیال سایت همین بریتانیا که بری انگلیس سوال بودیم این نمودی ویزی یعنی پرداخت کردن نمیشه. تنها بعد از 6 ماه باید آدم لنج پروید و باز بعد از 6 ماه دیگر میتونه گشته همین چی همین ویزا باز همین پروگرام قدی سپورد. خب و یک پیروسی همین ویزا در آن است که وقتی شما این ویزا رو گرفته بعد از 6 ماه گذشته شما اگر شنگنسکی ویزا سپرید خب شنگنسکی ویزا گرفتنش آسان نمیشد. یک سبب میشد. خب من همین بودن سوال اساسی. باز چی سوال دادن؟ خب از سوال دادن که خب چون که آنها باید خوب دانند که شما باید یکون بار سود داشته باشید. خب باز سوال دادن که خب شرط و شرایطش چی گفتن برادران عزیز. شرط و شرایط فیرما هر خیلی است. مثال این بعضی فیرما شرایطش همین شرایطش رایگان است. بعضی فیرما همین چی شرایطش پولکی است. همون فیلمی که شما رو برادر عزیز میفرستونن. خب با سوال دادن که خب کاراش آسان است و کاراش قین است گفتم برادران عزیز. خب اینجا هم کاری آسان دارن هم کاری قین است. باز این وابسته به همون فیلم است برادر عزیز. این همون بعضی فیلم هستن که کاراشون آسان، بعضی فیلم هستن که کاراشون چی وزبین است. خب باز دادن که سایت حاضر محکم است. بله حاضر سایت محکم است برادران عزیز. برای آنکه بسیار آدمان همون حجت سپردگان چی همون انکت رو پر کرده فرستادن از همین حساب حاضر سایت هاشون محکم است. خب ولی نه که این چی شده میشه. فقط شما باید همون خبر گرفته خبر گرفتن در کار که اگر اکتیو فعال شده باشد باید درآمد چک کنید همون بلانکه پر کنید. بغیر از این باز نظر سلام علیکم برادر. و علیکم السلام برادر عزیز. خب بغیر از این برادران عزیز
сайти инстаграмаш дорад, работа в Англия аст. Ҳамон ҷо дар историяш нависта мегирад ки мо ҳай сайтро мекушоем, яъне санаи соаташро мегӯянд. خب انا همین چی سایتش در اینستاگرام رابطه با انگلیسی. خب بعضی میگن که این دیگر چی نمیشه، نه این واقعا چی میشه بعد از یک مدتی کوتاه باز چی همین سایت رو باز میکشه برادران عزیز. خب این حالی که شخصانی که چی با ما کد اومد و شخصان میتوانند که آماده حاضر اون بلانکی خود رو پر کنن و همون داتی اینترویو رو انیز کنن. اگر بینید اگر زکاس کردن نشود دات اینترویو شما، اگر پرانی وقت کردن نشود شما باید هر سری وقت آماده ایستید و خبر گیرید، چون که هر روز آدمان همین حجت میسپردن از همین حساب سایتاشون کمتر загрузки рафта шуда аст аз ҳамин ҳисоб бародарон азиз. ва он шахсоне ки умуман бланки оле пур накардем, оле умуман регистрация накардем, онҳо ҳам чунед ҳамон дар сайти инстаграмашон ромуду огоҳ шуда истед. иншоаллоҳ чӣ мешавад. иншоаллоҳ ҳамонҷо ба шумо чӣ хабар метиҳанд бародарони азиз. хуб, номерои телефонро гуфтам бародари азиз 9283 3437. хуб, ака ҳамин сайт шава ёне Музаффар Назаров. бале бародари азиз, ин сайтшон боз чӣ кушода мешавад, айни ҳол чӣ сайташо маҳкам кардагӣ. خب آره اون کی حاضر همه کس همین سایت چی در همین سایت انکت پر کرده فرستندگی از همین حساب بسیار اونها چی عریضه قبول کرده هستند همین حساب. خب این اجرا کردن کار است برای اینکه حاضر پیش به سیزونی کار است همه به سپردگی برادر نه که این یک مدتی کوتاه باز کشوده می شود. خب اگر ضعفه قبول کردگی فقط فری ما گرفتن نتوانسته استفاده چی خیلی کنیم. خب پر عزیز حاضر قریب اکثریت اون انکت پر کردگی یعنی همین اون داتی اینترویو ولی فرونی وقت کردن نتوانسته هستین. خب یک خب شما با وقتی ساعتی یک ترینبوک با 12 شب همونجا خبر گرفته استید. همین هر روز خبر گرفت برادر عزیز، برای اینکه حاضر همین سواردگی هستن، همین اجرا کار هستن، همین یک چند بچه شناس بودن، آنها با همین ساعتی 12 شب با وقتی یک ترینبورگ همین چی پرونی وقت کردن برادر عزیز. برای همین هر روز چی در آمده خبر گرفتن در کار برادر عزیز. خب برای اینکه حاضر اکثر در همین سپردگی چون که حاضر گفتم پیش سیزون که هست هم میخوان که همین قدر آمده توسط همین کار کرده روان برادر عزیز. خب اگر دوستان عزیز باز سوالتون باشه در کامنتر نویسید، من باز کامنتر شما پسند جواب میدم برادر عزیز. اوکی. خب باقی در پانوی خودمان باشید. اگر سوال باشد سوال خود رو بپرسید دوستان عزیز، من در سوال ها جواب میدم. خب همین سوال ها گفتم جواب کردم. خب برادر رقم تلفن پرسید 9283 3437. خب این سوال جواب میدم. بعد از اون اولیکتون چخیل برادر عزیز همون سایدی اگری در رویت همونجا داری چی درباره همین اولیکش همش نسکی باز من حاضر میگویم تو نه. خب یک ساعتی کاری برادر عزیز 8 از 91 فونت استرلینگ در یک روز 8 ساعت
کار میکنید. خب اگر زیاد کار کردید یعنی اون سومش هم باز 98 از 90 میرسه. فقط ساعتی کاری زیاد شده، ساعتی کاری زیاد می نویسن. اینجا در روز ساعت کار میکنید برادر عزیز. خب اگر یک روز 8 ساعت کار کنید شما با ویگودن درآمد خوب میگیرید. خب اینجا روزه یکشنبه عادی هست و روزه شنبه بعض وقت کار میشن که باز حالت های شناش میگن که هم روزه یکشنبه در بعض فرما کار میشن برادر عزیز. این وابسته به همون خود فرما است. اینجا داریم هر کجا کار فعلا داره برادر عزیز. خب السلام علیکم. ما میتوانیم از قزاقستان آمدن میتوانیم. شما از قزاقستان اگر باشید شما برادر عزیز باید روسیه بیاید، یعنی در اونجا حجت کنید. بعد از اون میتوانید که کمپانی اگری سپورید. خب اینجا یک توصیه میتونم که اگر شما انگلیسی خوب دانید یا روسیه اون. خب اگر زبان روسی انگلیسی رو اگر خوب باشد fruitful jobs گفتگی و است در عزیز. برای اینکه این اکثریت حجات چی قبول نمیکنند. بعضی وقت در آن برای اینکه شما در قزاقستان یا تاجیکستان در اوکراین باشید از همین حساب اگری قبول میکند. خب از قزاقستان برادر عزیز اگر شما از روسیه باشید یعنی سپرده میتوانید. دیگه اگر شما از قزاقستان بلانکی و اگر در روسیه باشد دیگه اومد بود در اینجا باید پاتنت شد، چون در وقتی خب سوال جواب کردن در واتساپ و شما پاتن حتما پرسان میشن برادر عزیز. خب هوا گرمه یک برادر نگه در اینجا در انگلیه برف نیست، نگه در شوتلند اونجا هوا خنک است برادر. در اونجا برف دیده میشه و در یک ماه چند سوم کار میکنی. خب برادر عزیز سالی آماده ما یک ماه نشده است، یعنی سیوم هفته شد برادران عزیز. اگر یک هفته شد اگر یک ماه شد همشه میگم اینجا پولش هر هفته میتید. مثلا همین دوشنبه کار کرده تا جمعه اگر شنبه یک شنبه چی کار باشه میکنید همین روز جمعه نه اولی که میدهد. اینجا هر هفته اولی میدهد، خیلی ماه اولی نمیدهد، هفته بود چی میدهد. خب اولی میدهد. من گرجنی رسته چی حجت در کار رفتن. خب شما اگر گرجنی رسته باشید باز شما امکان زور داره برادر عزیز. خب شما همون چی پاسپورتی همون اینه که چی از رسته گرفته هوای медсправка, несудимости ба внутренний паспорт мепурсад. хоб ана ино мегиред бара азиз формати pdf несудимости медсправка. хоб ҳамон копияи паспортон ҳуҷҷатҳои кунед варианти электрон мекунед формати карда тайёр карда мемонад бародари азиз. хоб номери бродерс гуфтан номеро 92 83 34 37. خب در کامنت هم نویسید سوالو برادر عزیز من جواب میدم. و شما خوب دانید که برادران عزیز در طلبات کمپانی اگری اگر شما توسط کمپانی اگری بید در طلبات کمپانی اگری یعنی دانستن زبان روسی بسیار مهم است. شما باید زبان روسی خوب سوال جواب کرده توانید. خب انگلیسی وقتی که انگلیسی میبینید اگر در انگلیسی میگن در کار میشه نمیشه، ولی انگلیسی شما هم جای روید کجایی نروید هم انگلیسی است. شما باید انگلیسی صحبت کنید سوال جواب کرده توانید. اگر
توی هم مشکلی نیست اینجا بیاد یاد میگیرید همون چخنه که زبان روسی هم همین اکثریت همین رسی هم زبان روسی یاد گرفت اینجا هم زبان انگلیسی هم در یاد میگیره برادر عزیزی همین جای سوال دیگر در رستوران اینشان بشد. خب سوال نفهمیدم برادر عزیز. توضیح بخونم نمره روی کن سلام 92 83 34 37 برادر عزیز رقم تلفنی من. خب خب در رستوران دیم از اینجا میشود شما برادر عزیز اگر شما توسط کمپانی اگری آمدنی باشید شما باید تنها در روسیه باشید چون که این کمپانی اگری در تاجیکستان نیست این تنها در روسیه است فقط این شهروندانی که همون شخصانی که در روسیه هستند همون شخصان میبرد. خب در اونجا در تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان هم سپرده میتوانند با شرطی که اونها در اونجا قانونی باشند یعنی پتن داشته باشند برادر عزیز. خب نمره گفتم برادر عزیز 92 83 34 37 برادر عزیز. حاضر این حال برادر عزیز امین خودی امین کمپانی اگری در روسیه امون صدرشو محکم کردگی برای اینکه بسیار آدمان حجت چی اسپردگی از همین حساب. خب نه که این حتما چی اکشوده میشه باز آدم قبول میکنند باز آدم میفرستند فقط در یک مدت کوتاه محکم سایت چی برادران عزیز. همین سایت اگری برادران عزیز در اوکراین هم هست. اگر شما همین در اینترنت زنید در آنجا هم سپور میتونید در اوکراین فقط فهمیدن در کار که آیا شهروندان تاجیکستان رو هم قبول میکنن یا قبول نمیکنن برادران عزیز. خب یک منوت برادر عزیز. خب سلام علیکم. یک سال دیگر اکم من در شهری که دینربورگ اگرانومی خونه اسلام شروع کورس همین سال رفتم. بله برادر عزیز اینجا همون استودنت هم رفتن میتوانند. خب شما به شرطی که وقتی که همون شما پشت میز بورید خب داتی اینترویو چی پرونی وارد میکنید در وقتی همون با شما همون چی دانشجوی باید نشون دهید شما باید چی بانو اثبات کنید که شما دانشجو هستید. خب السلام علیکم و علیکم السلام برادر عزیز اولی جای. خب سلام شوفری کور ایمی ماشین دو تانکا گذابه با یاد آدم ماشینی با فرمانده. خب برادر عزیز اگر شما امو پراو داره شما همونجا هم میکنید که من پراو دارم باز اون کاتگوریش میبرسن و کاتگوریش مینویسید. خب وقتی که اون شما رو با یکون فرم میفرستن شما رو بینوبان میگیرن. اگر در اونجا شوفور در کار باشد حتما شما شوفور میگیرن برادر عزیز. خب نه که اگر زبان انگلیسی رو تا اندازه دانید. خب باز هستن فرمایی که اگر زبان رو هم ندانی شوفور هم میگیرن برادر عزیز. این وابسته به همون فرمی که شما میفرستن بل رو میگیرن برادر عزیز. خب برادر نمی پروپیسکی ما بود شتگی یگان ضرر دارد. خب نه برادر عزیز اونجا تنها پتن میپرسن تمام همون پتن تنها اون وقتی که شما رو واتساپ زنگ میزنن فقط در همونجا میپرسن تمام دیگر در هیچ جا پتن نمیپرسن. در ویزاوی سنتر هم پتن نمیپرسن همون تنها همون در وقتی همون صحبت کردن در واتساپ شما پتن میپرسن تمام دیگر عموما پتن در هیچ جا دیگر در کار نمیشه. خب
Можно ли немного снять место, где вы... خب انشالله میکنیم. انشالله در نقشه داریم که خب همیشه همون جایهای خواه، همون آن جایی که ما زندگی میکنیم، مقصد اساس این که مثال همین شخصانی که آگاه نیستن مثال آگاه شدن. منم خیلی شانسو دارن، خصوصا اون شخصانی که زبان روسی انگلیسی میدونن. خب نه تنها فقط در آسیا کار است، میتونه شما از دیگر دولت های اروپا هم رفته کار و فعالیت کنید. برای همین دانستن زبان روسی و انگلیسی بسیار نقش مهم دارد. شما میتوانید اگر زبان روسی رو انگلیسی رو دانید، شما میتوانید رفته از دیگر دولت ها از روی اختصاص و کسب و کار خود کار کنید. این است مقصد اساسی ما که به مردم آگاه کنیم. این یک نمونه است. همین ویدیویی که ما میکنیم این یک نمونه است، چون که باید ما ضروریت آموختن زبان‌های روسی، انگلیسی و دیگر زبان‌ها رو خوب درک کنیم و فهمیم که در این عصر زمان شما میتوانید توسط همین زبان‌های روسی، انگلیسی و دیگر زبان‌ها به همون رفته چه کار و فعالیت کنید. دوستان عزیز، مهربون، چه خیلی رحمت خیلی خدا بشور رحمت. همون سوست این کارو خوب در انگلیس پاتن کردن در کار یا نه برادر عزیز؟ اینجا پاتن عموما پاتن نیست برادر. پاتن فقط در همون راسته از اینجا همون همون ویزا است. هم تو همون سراغ ویزا بود شده همینجا آدم به یگان پاتن به یگان رجیستر کار و فعال میکنه. خب روشن عبدو خلیقov. خب روشن برادر عزیز، یک ساعتی کارش هشت از 90 فونت استرلینگ. خب یک برادر عزیز 8 ساعت کار میشه، از 8 ساعت زیاد کار میشه برادر عزیز. خب شهرزاد میگه که من انکت پر کردم نیکی فریم و نکردم، چی میشود؟ خب برادران عزیز، اونا شما یگون خیلی زنگ زد نمیتونن. اگر شما انکت رو فرسونه باشید و چی همون فریم همون وقتش برونی و نکرده باشید، خب اونا شما رو عموما زنگ زدن نمیتونن. شما با رقم من زنگ زنید 92 83 34 37. من با شما وقتی سلک میپردم آرومده همون وقت چی میکنید؟ برونی واد میکنیم برادران عزیز. خب سوال دیگر خیلی من بابای همون شناختم چه کارو خوب سمدان است رحمه برادر عزیز. خب همین چیز هست در ماکدونالد هست. شما میتونید توسط همین اوید فقط باید شما با نوع پرسون شوید که آیا رجزنی همون چی تاجستان میگیرن یا نمیگیرن. با فول جوب هست برادر عزیز. خب سایدی اوی کار بله همین یک وقت اینه که سومکی برادر عزیز. شما اول سومش میتید آنها زبان انگلیسی برای شما یاد میتن، تست میگیرن با همین توسط یک وقت میفرستند. فروتفول جابز برادر عزیز، این اساسی کمپانی من همین فروتفول جابز اسمانی کمپانی. اگر اینا همشون از همون از رسه سودا چی کارگر بر فروتفول جابز میفرستند و فروتفول جابز گرفته با فرم‌های انگلیس تقسیم میکنم برادران عزیز. بسیار سعیدا هستم برادران عزیز. خب برادر از دیگه فرما حاضر شدگی هستم. نه شما همه خود فرم خود نمیاد. شما باید یا توسط یکم کمپانی برادر عزیز یا آدرسه باشه توسط یک آگری بید از خود فول جوبز هم انکت پر کرده سوشن داده میشه از پشتش نه که در اکثریت جواب نمیده برادر عزیز. همین که با در بعضی حالات جواب دید. بسیار فرما هستند
در اوکراین هست کمپانی اگری. خب میتونید در اینجا هم سوالید از همونو. خب برادر گفتیم زنها گرانت می پرجون. بله زنها هم هست برادر عزیز. من همینجا در اونجایی که ما چیزی میکنم در اینجا تو از خاتون هستن، از خاتون هستن یک تو خوب زنها هستن، یک تو زنم دیگه هست اینجا بسیار زنها بسیار هستن، در اوکراین هستن، در روسیه هستن، خب در بلغاری هستن، از هم در اوکراین در هم دولت ها هستن. ولی حتما زنها هم قبول میکنن برادر که مرحبا تجاره و بله زنها هم خب هستند آماده میتونند حقی خب ویزا گرفته هم دارند. خب از روستان رفته میشود اگر زبانی نقض دانی. اگر شما کمپانی فروتفول جابز خرید نویسید برادر عزیز ممکن نشود. خب دیپلم اگری روان یگان پلوس میشد. نه برادر عزیز این کمپانی اگری یگان خیلی دیپلم نپرسد، فقط همون چی یک همون یک حجت بپرسد، همون پتینون رسودی مسلم من همینه میپرسد نه که به زمان انگلیس رو خوب دونید اینجی بید مثال یکم خیلی و یفته روادت لیفته در روی اختصاص کار کرده ممکن است. این کمپانی اگر تنها کارکار جمع کرده میبرد خلاص برادر. خب سوال دیگر طاهر جان السلام علیکم. بغیر از باز کدام دولت ها میشود تاجیکستان چی تاجیکستان باشد فول جوب سیان نویسید ممکن اتفیت برای اینکه بعضی باشد دعوی می نویسند. خب یکی از رسه باشد کمپانی اگری او یک واک هست باز یک چند برنامه دیگر است برادر عزیز. خب در حوز گفتم در مقدونیا در اوکراین در بلغاری هستند، فقط باید شما همین نوید باید در اینترنت یا باید کرایچی لین دوران هم نقطه سوال جواب کنه که در پشتشون باید نویسید. خب سلام علیکم چی خیلی مهم رو فهمیدم برادر عزیز. اگر از روسیه باشید حاضر صبر کنید سایت شده شود سایت اگری توسط آماده میتوانید. خب من سرکش رو در ویدیو پیشتر کار در انگلیس هست سرکش رو در اونجا من موندگی هستم. خب فروتفول جابز من فروتفول جابز همه سرکشید امی و میمونم همین بعد ویدیو در ابستان میمونم شما میتوانید درون ببینید. اوکی در ویدیو پیشتر هم هست سرکش موندگی هست. Если шанс женщина лет просто туда или животных мамонства сейчас возьмет. این سن سال رو از 18 تا 50 سالی میگیرم از 18 تا 50 سالی قبول میکنه. خب شما میتونید هم اونجا کار کنید از خب از قزاقستان از بعد توسط کمپانی اگری باشد از روسیه آمده میتوانید. باز فروتفول جابز هم هست کنید در بعضی آدمان جواب نمیدهد. این هم زبان روسیه هم هست بفیلم. خب همین پولی ویزا را کدام وقت میدید؟ خب وقتی که شما رو انتخاب کردن برادر عزیز بعد از آن شما با اکتریانبور میروید اگر توسط کمپانی اگری وجودی خود رو سپرده باشید. وقتی که چی پولی ویزا میگوید بعد از آن شما همونجا توسط کارت اتون پرداخت میکنند همون رقمی کارتی مینویسید با طرز اتوماتیک از شما همون پول ویزی خوب میگیرد. خب ضرری من 10% ماند. خب اشتباه کنیم و سوالات جواب میدیم برادر. اگر یکم سوال شود امی کامنتر نویسید من انشالله جواب میدیم.
бале танҳо 6 моҳ мерасед, бо бори ин ки визи 6 моҳӣ метиҳанд. Дар ин ҷиз мо пурсон шудем, хуб визи пардалӣ карда намешавад. Баъд аз 6 моҳ бояд равед, унҷо меред ватан, боз 6 моҳ мерасед, баъди 6 моҳ боз баргаштӣ мебиед. Агар 3 бор одам рафту омадан гирад, баъд аз он визи срокашо худошон не. хуб вақте ки шумо ҳадава мекунед, визи амон тани шумо мебинанд, визи камтар муддатшо зиёд мекунанд, аз шарте ки 3 бор омада равед, яъне 3-6 моҳа. бале вақте ки шумо 6 моҳ инҷо омадед, кор кардед, хуб вақте ки муҳлати визи тамом шуд, шумо бояд инҷоро тарк кунед, баравед. хуб вақте ки Тоҷикистон ё Россия рафтед, 6 моҳ меистед, баъд 6 моҳ боз месупоред, не ки шумо ба Екатеринбург намеред, ба бори дуюм омадаш осон аст. хуб ин برادر وقتی شما از همون در دیروز گذشته شما رو به یکی دعوت میکنن، خب بعد از اون حضور شما به انگلیس میفرستونن، از شما امور را به داخل پست نامه میفرستونن، یعنی پیشین میفرستونن. وقتی که پیشین رفت شما بلانکی انکیت پر میکنید، باز دات و سواتی با ویزوی سنتر در اومده میکنید. بعد از اون ویزوی سنتر میرید به پا ویزی چی اونجا صورت میکنید، بیشتر که پاس از 15 روز در دوام 15 روز کاری با ویزا تغییر میشد. انا کنون چقدر طول میکشد این برادر عزیز هر خیلی است. این بعضی ها 20 روز، این بعضی ها یک هفته، این بعضی ها یک ماه برادر عزیز، این هر خیلی میشد. خب چه خیلی از تاجیکستان رو بیام برادر عزیز، اگر توسط کمپانی اگری آید باید از روسیه باشید. در خود تاجیکستان از یگان کمپانی نیست، فقط فروفول جابز که هست. این فروفول جابز در تاجیکستان نیست، این در خود انگلی هست این کمپانی. خب بعضی در خود همون کمپانی می نویسند، نه که در اکثریت جواب نمیتونه برادر عزیز. از روسیه باشد میتوانید توسط همون کمپانی اگریس برید. خب وقتی پول ویزا رو سپردن میشود، شما رو ادکاس کنند، پول سوزد. خب برادر عزیز وقتی که شما انکیت خوش رو پر کردید، انکیت به یگان خطاگی پر کردید، برادر عزیز شما میگیرید. نه که اگر شما در ایستوری همون چیتون پاسپورتتون اگر در خیلی وای نباشد، همون خیلی قانونشکنی نباشد، شما انشاءالله میگیره برادر عزیز. خب در اون وقتی چی ادکاز میکنند که اگر یگان بلانکی ویزی خطا پر کرده باشه برادر عزیز. برای همین که برادران عزیز همین 20 نفره که هستن بینید، در همین جو هم نقشی آموختن زبان انگلیسی بسیار مهم است. وقتی شما بلانکی پر میکنید، همون پلانکی هم با زبان انگلیسی است. در همین جو هم نقش یعنی آموختن زبان روسی انگلیسی، خصوصا انگلیسی در وقت پر کردن بلانکی بسیار مهم است. برای همین ما ویدیو میکنیم دوتوار به همین انگلیش تا که هم فهمن، هم ضروریت همین آموختن زبان انگلیسی رو خوب درک کنن و آموزن. این است یک نمونه دوستان عزیز. ما از همین سبب درباره انگلیسی معلومات داده ایستادیم که مردم بگذار زبان آموزن، زبان انگلیسی، روسی آموزن و دیگر زبان ها رو آموزن و دیگر دولت های اروپا رفته کار به فعال کنن. همین شانس ها هست. ببینید وقتی که انسان آدم وقتی که زبان می آموزد بسیار بسیار امکانات های فراهم نصیبش میشد. خب چه از تاجیکستان رفتن نیست، یگان راه فقط چه است برادر عزیز، چون که یگان کمپانی نیست از تاجیکستان، تنها از روسیه کمپانی اگری است که از روسیه چی میکنند میبرد.
خب اگر التماس همین افیر باش خوب کن شخص نیست او گام نیست برادر عزیز گام نیست نه شما فرو جوس می نویسید پشتش می نویسید که انسان من میخوام که انسان گفته با روسی و با انگلیسی خیلی می نویسید برادر عزیز فرو جوس خب بعد از اونجا انکیتش هم داره برادر عزیز نه که ما فرو جوس که فهمیدیم که توسط هوای هم آمده میشه است که در ورش خیلی ویدیوی مایا نیستن و توسط اگری معلومات داریم برادر عزیز خب نه پستن ایسو نمیشه تنها 6 ماه ایسو میشه چه تنها 6 ماه ایسو میشه تمام برادر عزیز بعد از اون باید آدم حتما برگردد با ترکستان 6 ماه میایستد بعد 6 ماه باز اومده میتواند اوه ما ایستای همین چیه یک تو سیم کارتی نو заказ کردم انشالله سیم کارتی میآید باز خب رامو افیر استوفر زور میشه برادر عزیز خب 92 83 34 37 شیرزاد رحمت برادر عزیز رحمت برادر عزیز مقصد اساسی ما که همون دونات هم بیاد کار کند و هم بیاد زبان آموزد خب با همون جور رفته کار کند همین دولت‌های اروپا مقصد ما همین است که همون زبان آموزد همین شانس همون کس از شانساش آگاه باشد سلام علیکم شهریار جبرا برادر عزیز انکیتاس پر کردن همیشه چون گازی سرشون مخم کردن درک اونجوری که تو باز سر میتینن فقط رمون خبر گرفته استید خب کار انتخاب کرده میشه و دیگه کجایی که برم وقتی که شما ویزی میگیرد از دستتون شما با یک گروه تقسیم میکنن شما در تلگرام همون یک تا سیلکه میبود اپوشتون اون سیلکه میذارید همی در یک تلگرام در یک گروپ میکنن همون وقتی که تقسیم میشد شما با همون فیلم میپرتن شرط شرایطش میگوین شما میخونید شرط شرایط اما معقول اگر هم معقول نباشد نه معقول نمیگه شما باید بعدتر در اون گروپی دیگه اختی میپرتون بعد که یک منوسه شمین که سروکی ویزن پر رفتن میگیرد بعد برو کردن انکیتش چقدر وقت میشه برادر عزیز این من گفتم ملکه این سوال جواب دادم این هر خیلی میشه یک هفته دو هفته 20 روز تا یک ماه طول میکشد این بعضی ها خب این یک پروداکت است که بهترین شما ما رو از همون جای اینفو معلومات میدید و خرسند که همین توجیکا در اینجا هستند خب بعد از 6 ماه باید آدم گشته رود خب برادران عزیز رحمت کلان برای رحمت برادر عزیز خب برادر عزیز ضرورت تلفنی من بود باز انشاءالله در پرمای افیر باز